نگه که من مردم خلاص شدم. اکن مردی داره و اکن دا بلا زدی. برای چی؟ برای کسی که در دنیا خودش ببند آسلسه، یعنی بدار بکشه، خودش را بمبره در زنجیری رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در زمان حیات مبارکش حضرت ابی هریره روایت میکنن که من تردى من جبل فقتل نفسه، کسی که او را جهل غلبه بکند، به آدابی غلبه بکند، از یک استجای بلند اگر خودش پرتاود، اگر بمبرد، الله در روز قیامت برای نعمت زندگی را ناشکر کرده است. این جهان نورانی خدا نعمتهای خدا را ناشکر کرده است، در آتش جهنم می پرتاونش، 80 سال در قعر جهنم می روه، می سوزه، با می برارنش و با می پرتاونش، ابدالآباد عذابش هم می آید. بفهم میره ابدالآباد. نگه که من مردم خلاص شدم. اکن مردی داره و اکن دا بلا زدی. برای چی؟ برای این نعمت حیات را ناشکر کردی. خدا ترا برای چی در دنیا با وجود آورد؟ این قد نعمت ها داد، فضیلت داد، برتری داد، زبان داد، عقل داد، چرا این را ناشکر کردی؟ رسول الله گفتن من تحسا سمن، کسی غضبش بیاید زهر بخورد، جگرش پاره شود، بریزد، جانش براید، الله سبحانه و تعالی آن را از زهرابه زقوم جهنم هر زمان میتین میبرد، باز زندش میکنند، باز میتینش میبرد. ابدالآباد عذابش همین است. بداند که از این عذاب خلاصی ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار، کسی که در دنیا خودش ببند آسلسه، یعنی بدار بکشه، خودش را بمبره، در زنجیر آهنین در جهنم او را بدار بکشه، عذاب او همین می شود. برای می گفتن من یطعن نفسه فی النار، کسی که خودش را در آتش بپرتاوه هلاک بکنه، او را در آتش هلاک میکنن، ابدالآباد او را در نار جهنم میسوزند. برای می رسول الله حضرت حسن بصری میگوید که حضرت ابی ذر غفاری که لقب او جندب است میگویند ما از زبان پیغمبر در همین مسجد شنیدم، گفتگی پیغمبر را فراموش نکردم، ما دروغ نمیگویم که رسول الله گفتند کان برجل جراح فقتل نفسه، یک مرد یک کسل پیدا کرد، دیگر صبر نکرده او جراحت یرای بدنشو خودش به دست خودش بی‌طاقتی کرده کشت. بعد از آن میگویند فوالله بدرنی عبدی، خداوند میگوید قسم به یگانگی خودم که من برای این بنده عمر دادم، حیات دادم، پیش از این که من نماینده بفرستم این خودش کشت. چی میفرموده است؟ آمده است فحرمت علیه الجنه، برای این کسی که ناشکری کرده خودش کشت من جنتم را به این حرام گردانیدم، جای ابدی دوزخ است. ایرا معنای نعمت و عقل الهی است. یک مرد در زمان بنی اسرائیل میگویند بسیار درد غلبش کرد، کارچه را گرفت، بدنش یک رگی بدنش را برید، دیگر خون قرار نکرد، مرد. امام بخاری روایت میکند که الله فرمود دیگر بوی جنت نمیبینه، بوی جنت را نمیبیند این مرد. برای چی؟ برای چی مجبور بود خودش را کشت؟ حتی انسانای عاقل آنها را در حالتی که جریمه گناه میکنن در جامعه خلل میرسانند، آنها را هم اگر حکم
اعدامی یا حکمی حبس ابد یا حکمی به شرطی که 20 سال و 30 سالم بدهند، آنها باز هم از هوای خدا آرزو و امید نجات دارند، خودشون هلاک نمیکنن. امونا میگوی خیلی همین جمع باشه، گناه کردیم و از هوای خدا عبادت کرده خواه میریم. نه اینکه انسانی آزاده که در عالم آزاد باشه، در بین نعمتها تو خودت به دست خودت ناشکر کرده ای جان شیرین را تحقیر بکنی. پیغمبر خدا فرمود کدام کسی که از شما به چی چیزی به کدام گونه خود را بکشد، او بداند یقین که عذاب او در روز قیامت به همون چیز خواهد بود، به همون چیز خواهد بود. برای همین میگویند هر یک انسان بداند، میگویند در یک حالتی بودند که پیغمبر خدا حیات بود، در یک صف قتال مؤمنان با مشرکان در مقاتله و در جهاد بودند. فقتلوا، بسیار کشیش جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان رفت. میگویند فلما مال رسول الله الى عسکری، پیغمبر خدا عسکرها را گو بگرده. آن مشرکان هم به سوی عسکرشان گذشتند. یک مرد نظر کردن، مردم دیدن رجلا لا یدعو لهم شاذ ولا فاذ الا اتبعها یضربها بسیفی. یک مرد، کدام مرد از مشرکین در یک گوشه مانده باشه، همو را پیش کرد و میکشت با کارچش، با شمشیرش. وقتی که چنین بود فقالوا ما اجزع منا اليوم احدكم ما اجزع من فلانی، امروز هیچ کسی در میان ما مثل فلانی ثواب بسیار نگرفت که همه قرارن او در جهاد دوام دارد. پیغمبر خدا چی گفت؟ اما انه من اهل النار، او دوزخیه. گفت انا شما گوش کنید، پیغمبر خدا گفت او دوزخیه. همه صحابه ها حیران شدن که ما قراریم او در جهاد جان در کف او چخیل دوزخی باشه، همه ما را کشتن. این سخن پیغمبر، ایدهان پیغمبر، او از خواهش خودش نمیگه، بیهوده گم نمیزند. میگوین فقالو، پس گفتن اینا من اهل الجنه این کان هذا من اهل النار، اگر این دوزخی باشه کدوم ما دیگر جنتی مکن. گفتن برای همه جهاد مانده شدن، یردار شدن. این آلی هم دوام داره خودش تنها از دنب مشرکین. اگه اهل جنتی این نباشه کیه دیگه اهل جنتی؟ این گپ در زبان و دل مردم وقتی که گذشت، میگوین فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا، یک مرد از این گفتار پیغمبر خفه شد، گفت دوزخ هم که بروه من قطعی همین هرگز جدا نمیشم که حقیقتا مجاهد حقیقی همین مرد است. پیغمبر گفته بود که او ای جماعت جدا شده است و همون آدم های چکه را بیچاره ها گرفته گیره میکشه، ای اهل ناره. اکنون دوام سخن پیغمبر را گوش کنید. میگه فخرج معه فكلما وقف معه و اذا اسرع. این مرد که گو قطیش ابدی جدا نمیشم، آن مرد شمشیر میگرفت میدوید، این هم قطیش میدوید، میشیش دم میگرفت و هم دم میگرفت. اخیری کار به همین درجه رسید که میگویند همون مرد در بدنش جراحت پیدا شد. انا جرح رجل جرحا شدیدا، یک مرد اوس زدش بدور، نیمی تنش جراحت ریخت. بچکا کرد؟ فاستعجل بسیفه بالارض و زبابه بین ثدیه تحامل على سیف فقتل نفسه. دید که بسیار یارش و زمین است، همون شمشیرش از رانش کشید، در زمین زد، نوکی نیزه در اینجای خودش تغییر کرد، خجا گیجید، در جاش مرد. اما مرد در جاش مرد. این مردی که دایم قسم خور قطعی همه حرکت میکنم،
این مرد چیکار کرد؟ گشت پیش رسول الله آمد. فقال، سن پیغمبر را دید، آب دیدش برآمد، گفت اشهد انک رسول الله، اشهد انک رسول الله، گواهی میدهم که تو پیغمبری بر حقی، سخنهای تو همه حقا. پیغمبر حیران شد که این مرد چی میگوید. قال و ماذا، که این چی گپ است، چی میخواهی؟ گفت اما مردی را که گفتی از اهل نار، مردم بسیار این کلمه وزمین آمد، ناخوش آمد. من گفتم قطعی در طلب این میروم. این مرد جراحتناک شد، تا حال رم خداوند راضی نبوده، خودش به دست خودش کشت، دوزخ رفت. انا بفهمده معنای گپ را ای هموطن، هم برادر بفهم. برای همین است که رسول الله فرمودند ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. انسان است که عمل جنتی کرده ایستاده است، در نظر ظاهری، در نظر مردم بسیار مردی نیک و عابد است، لیکن و هو من اهل النار، و حالا آنکه او دوزخی است. مرد است که عمل دوزخی میکند، یا کارهایی که انسان را به دوزخ میبرد، همو کارا را کرده ایستاده است، لیکن و هو من اهل الجنه، و حالا که او اهل جنت است. انما الاعمال بالخواتیم، گفتن پیغمبر، اخیری کار معتبر است. آیا تو ای مسلمان یک انسان هستی که خیلی خیلی در جوانیش بی‌ادب است، خیلی خیلی، لیکن یک روز میبینی یک مرد عابد است که به یگان کس کار نداره، آب دیده بینه، از کارهای کردگیش پشیمانی مینه، میگه خدایا دهنم حرام کردم، فساد کردم، امروز غضب تو در بالای من یک نیا توبه کردم. با همون توبه منبره میروه، پاکیزه منبره میروه. یک کسی را میبینی در اول بسیار بسیار مرد خوب است، مردم در تعریف و توصیف و کذا بسیار نظر میکنی که قریب او برتر رفته است که تغییر یافت، همه انواع گناه او پیدا است، همو تا به همون راه شقاوت منبر دوزخ میروه. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن اعتبار اخیری کار است. خداوند اخیری کار همه ما و شما را به خیر بیارد. خدایا از این اعمال خودکشی و این فعل بدی، اخلاق غیر دینی، خداوند وطن ما را خدا نگه بدار.